همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه افتادم تو چرخش. نمیدونم علتش از چی بود، ولی هرچی بود باید برطرفش میکردم. بلافاصله دستامو شروع کردم آزاد کردن. آستین سمت چپم گیر کرد و از کابل کاتبهش استفاده کردم که گزینه سریع و دوم برای شرایط اضطراری هستش. شروع کردم به سمت مخالف رایزرها رو چرخوندن تا بتونم تویست رو باز کنم، ولی خیلی شدیدتر و قوی‌تر از چیزی بود که زورم برسه. به فکرم رسید که پاهامم آزاد کنم و بتونم با لگد رفتن به سمت مخالف نیروی گشتاورم رو شدیدتر کنم، بتونم شاید بازش کنم. تحت همین شرایط داشتم دائما ارتفاعم چک میکردم و موقعیتم رو که اگر شطر دوم رو بخوام باز کنم کجا میرم. یک لحظه کاملا ناامید شدم و نگاه کردم به موقعیت اطرافم، ولی باز هم تلاش کردم. شروع شد باز شدن. دائما پا مینداختم به سمت مخالف و با دستم داشتم نیرو وارد میکردم که باز بشه. در نهایت تونستم خودم رو به بالای سرش برسونم. وقتی که دست به بالای تویست میرسه مطمئنی که دیگه میتونی بازش کنی. در نهایت تونستم از پسش برگردم. یکی از چالش برانگیزترین پرشایی بود که در این مدت داشتم.